این قصه برای انسان‌هایی که زن دارند و انسان‌هایی که الها زن میگیرند برای آنهاست. با دقت گوش کنید و احتیاط باشید. یک جوان زن میگیرد، پس از چند ماه به روسیه سفر میکند. هر روز با زن خود صحبت میکند و یک روز به زنش میگوید زنک چون من تو را خیلی پزمان شدم، تو را یاد کردم، میخواهم که صورتهای آریانی تو را ببینم. زنش میگوید چرا خیر؟ میگوید که من تو را پزمان شدم. این زن لباسهای خود را از تن به در میکند و چند نمود صورتها میگیرد. بعدا میخواهد که به همسرش صورتها را روان کند. این مرد با تلفن زنش با جوره های خود صحبت میکرد، اما نمرهای آنها را او دلیل نکرده به روسیه می رود، یعنی که نمرها سخرانید بوده است در تلفن این زنش. این زن اینترنت را آنقدر خوب نمیدانست و صورتها را روان میکند. صورتها به یک دوست مردش می رود. آن مرد هم به چند کسی دیگر این صورتها را روان میکند. بعد از چند ساعت با این مرد در علاقه می براید. میگوید که دوستم این عکسها را ببین، آیا این زنی تو نیست؟ یعنی که ما روزی توی زنی تو را دیده بودیم. این در آن خیلی مانندی دارد. وقتی که مرد صورتها را می بیند هوش از سرش می پرد و خیلی عصبانی می شود. به همسرش زنگ می زند و همسرش را 3 طلاق می کند. به فکر شما در اینجا عیب در کیست؟ البته که در مرد است. آخر مرد خودش خواسته بود. عاقبت نفس همین است. برادرم، هیچگاه پیروی نفس مشو. هیچگاه با همسران خود این گونه معامله را نکنید. آیا به خبر است که در این حالت ها نفس زنت را بیدار میکنی؟ وقتی با زن این گونه معامله میکنی نفس زن بیدار میشود و نفس زن را میجوقد. مبادا یگام کاری نامعقولی میکند. بعدا کی میسوزد؟ البته که خودت. در این حالت ها خیلی احتیاط باشید و هوشیار باشید.